دنیا به پاراگوئه سفر میکنه ولی با پاسپورت جعلی، در صورتی که میتونست با یک کارتشناسایی ساده خودش رو به پاراگوئه برسونه. حرفای وکیلش که فقط ناآگاهی اون رو نسبت به انجام این کار میدونست هم قاضی رو قانع نمیکنه و باعث میشه پولشویی هم به پروندهش اضافه بشه. بعد از چندی با فعالیت‌های سیاسی که میکنه و سفرش به رژیم اشغالگر اسرائیل و عکسی که تو صفحش منتشر میکنه باعث میشه کلی از طرفدارای مسلمونش رو هم از دست بده. اما داستان از این قراره اون تو سال 2015 به خاطر ساخت تله ماهیگیری تو منطقه ممنوع گوبی با گذرنامه‌اش توقیف میشه و حالا مجبور شده بدون گذرنامه خودش، یعنی با پاس جعلی سفر کنه. بعد از مدتی دولت برزیل هم تصمیم میگیره 57 تا از املاک مستقلات اونو تو برزیل توقیف کنه و با شکایت همزمان طلبکاراش اونو به اوج ورشکستگی برسونه. الان دیگه رسانه‌های محلی، دولت و همچنین مردم همه میگن حساب بانکی بهترین بازیکن اسبق ملی فوتبال دنیا به پاراگوئه سفر میکنه ولی با پاسپورت جعلی، در صورتی که میتونست با یک کارتشناسایی ساده خودش رو به پاراگوئه برسونه. حرفای وکیلش که فقط ناآگاهی اون رو نسبت به انجام این کار میدونست هم قاضی رو قانع نمیکنه و باعث میشه پولشویی هم به پروندهش اضافه بشه. بعد از چندی با فعالیت‌های سیاسی که میکنه و سفرش به رژیم اشغالگر اسرائیل و عکسی که تو صفحش منتشر میکنه باعث میشه کلی از طرفدارای مسلمونش رو هم از دست بده. اما داستان از این قراره اون تو سال 2015 به خاطر ساخت تله ماهیگیری تو منطقه ممنوع گوبی با گذرنامه‌اش توقیف میشه و حالا مجبور شده بدون گذرنامه خودش، یعنی با پاس جعلی سفر کنه. بعد از مدتی دولت برزیل هم تصمیم میگیره 57 تا از املاک مستقلات اونو تو برزیل توقیف کنه و با شکایت همزمان طلبکاراش اونو به اوج ورشکستگی برسونه. الان دیگه رسانه‌های محلی، دولت و همچنین مردم همه میگن حساب بانکی بهترین بازیکن اسبق ملی فوتبال